душанбе лайф тақдим мекунад. درود بینندگان عزیز، برنامه روزانه مهر است. طریق سامانه دوشنبه لایف منظور شما. مهمانی امروزه برنامه ما میگوید همیشه کوشش میکنم تا یک چیزی نوی بهر مخلصان خویش ایجاد سازم و این نفر نیز روزی بکی فیصلی می باشد. شما رو به برنامه‌ای که شما رو با مخلصان و مخلصان رو با شما نزدیک می سازد خوش آمدید میگیم. سلامت باشین. سلام خدام رو با شما میرسونم که به این برنامه ما را تکلیف کردین. سراول میخواستم که یک سرودی بسیار نیز سوال اومدن برای ما که یک سرودی غریبی خوانم. من سرودی غریبی تا نخوندم. تیار کردیم و از نصیب به نزدیکی پیشکش مخلصان میگردونیم. یک 4 میستش میتونیم که با مخلصان پیشکش کنیم. مرحبا. سلامت باشین. آه دنیا ای دنیا ای دنیای بی وفا، ای وطن گشتیم جدا، ای وطن گشتیم جدا. آه دنیا ای دنیا ای دنیای بی وفا، ای وطن گشتیم جدا، ای وطن گشتیم جدا. شمالک میوزد دلگیر و دلگیر، غریب افتاده ای وای تقدیر، غریب افتاده ای وای تقدیر. آه دنیا ای دنیا ای دنیای بی وفا، ای وطن گشتیم جدا، ای وطن گشتیم جدا. زنده باشین، سلامت باشین. میتوانید که یکم هفته پس همین سرودی نو بعد ای یوتیوب تماشا کنید. نه کانال یوتیوب. شما زنده باشید. خب میگفتید که همین سرود چگونه تولید یافت؟ بسیار برادرها خواهش کردن از غریبی که یک سرودی غریبی که جمعه خان جان آهنگی همین برادر است خدا پیشکش کرد. همین سرودا نصیب تیار کردیم به نزدیکی میبره. انشالله تماشا میکنم. با زینوره پولادووا چی رابطه داره؟ با زینوره پولادووا ما تنها همکار هستیم. یک سرودی دویت ما سرایدیم. بین ما یگان رابطه نیست، ما همکار هستیم. تنها رابطه دوستی داره؟ دوستی، بله. رابطه همکاری، رابطه دوستی. بله بله. کدام اسباب ها رو نواخته میتوانید؟ یه سینتزات را می نوازم، تولک می نوازم. خیلی می نوازیم بعد چینی خمو برای خود؟ برای خود، بله. آیا میتوانید که یک فلک دشتی سرایید؟ ما فلک سرا نیستم، نه که کوشش میکنیم. چی باید؟ مرحمت. دنیا مطلب کی در طلب میمیری، از روز مکن شکوه کی شب میمیری. با آبی دری خانه قناعت بینم، آ دریا مطلب کی تشنه لب میمیری. دریا مطلب کی تشنه لب میمیری. خب امروز زندگیتون چگونه است؟ حیات پس پرده داشته شما چگونه است؟ زندگی؟ بله. بهترین زندگی. خیلی زندگی نقضش چگونه می شود؟
زندگی آباد، فرزندای سالم. شکر خدا. بگذار همیشه فرزندان سالم نصیبتون باشد و عائله سالم داشته باشید. رحمت. اینجا به سامانه ما سوال درخواست آمده است از طرف مخلصانتان. سوال اول همین است که سلام گرم و جوشان به اکای روزیبک. من از شما خواهش دارم که یک سرود درباره درواز سرایت. درواز. بله. نصیب باشه آینده یگان سرودی نغز برای درواز تیار میکنیم، پیشکشی مخلصان میگردونیم. زنده باشید. مخلصی دیگرتون میگوید که شما از کدام منطقه تاجیکستان هستید و نرخ یک توی. در ناحیه تیمورملیک در کنگر تولد شدم. نرخ توی که توی دو را نگاه کرده گپ میزنیم بعد. یعنی نرخ یعنی همون توی دو رو دیده نرخ توی رو معین میکنیم. بله. سوال دیگر اومده است بس سامانه ما. مخلصانتون از داخل و خارج کشور به شما سلام میرسانند. شما نیز میتوانید طریق سامانه ما به آنها سلام رسانید. به همه مخلصان عزیز و سلامم را میرسانم. به نزدیکی یک چند سرودی نو پیشکشی و میگردونم. یک سرودی غریبی گفتیم با اینا باز میگیم که بسیار تکلیف کردن از ما که یک سرودی غریبی سرایم ان شاء الله به نزدیکی پیشکشی مخلصان میگردونم. سلام به همه شما. آیا درست است که روزیبک فیضلی در جوانیش از خانه‌شان گریخته است و شهر آمده است و بعداً سراینده شده است؟ نه خیلی یک گپای چی بگیم؟ یک گپای کوچه و گپای اساس نداره. نه فهمون گپای اساس نداره. ما مکتب میانه را ختم کردیم. سال 2003 به انستیتوت صنعت آمدم. 5 سال دانشگاه صنعت خوندم. مهنت کردیم، کوشش کردیم که سراینده شیم. با مهنت و زحمت های خویش به اینجا رسیدید. بله. تا امروز رسیدید. میگویند که مادران فرشته‌اند. آیا میتوانید که بهر فرشته های نازنین یک سرود سرایید؟ البته برای مادرها چرا نه. مرحبا. من آمدم به ده نمی نمایی و چه دروازه رو کشاده نمی برای و چه من آمدم به ده نمی نمایی و چه دروازه رو کشاده نمی برای و چه چشمان انتظارم هر سو تو رو بیکابد ای نوری هر دو دیده تو در کجایی و چه در باغ روی حولی روی تو را نبینم پزمانی با ترانه نمی سرایی و چه نمی سرایی و چه باره در زندگی همسرتون رو زده اید؟ بسیار سوال عجیب. نه هم بگم باور هم نمیکنن. خیلی یک زندگی هر کار شدنش ممکنه. یعنی زندگی پستی و بلندی داره. بله. تشکر. سوال دیگر آمده است. سلام اکای روزیبک. خواهش داریم 4 مصرع از سرود نگو از اینجا میرم. حیلش. مرحبا. نگو یک روز از اینجا میرم من از عشقت سیرم با خدا دیوانه میشم از غمی تو با تو لحظه های من شیرین است زندگیم رنگین است نرا کی میکشدم درد و غمی تو من که با خوب و بد سر کردم تو را باور کردم با خدا لایقی بی وفای نیستم میخواهی از دلم بیرون شوی تو زی من دور شوی من که آماده این جدایی نیستم تو با من باش که من به تو جگر خون میشم تو با من باش
به تو دلگیر و داغون میشم تو با من باش کی دیوانه چو مجنون میشم. سلامت باشین. در زندگی از همه زیاد به کی باور دارید؟ به خداوند باور داریم، بعد به پدر و مادر. سوالی دیگر اومده است. از سرود شادروان حبیبالله بیکوف خورده باشید در سر خسار شکراب کمی اش را بحری ما میسرایدید. ماله به جان و دل. خورده باشی تو اگر زردالی اسفره را، خورده باشی تو اگر شکونگی تولید دره را، خورده باشی تو به شرط پیسته دنغره را، خورده باشی تو اگر در در گوشتی بره را، مزه و لذت طمعی غزلی شعری مرا، تو فهمیده اگن خوب را بفهمون هم مرا، تو فهمیده اگن خوب را بفهمون هم مرا. تشکر. آوازی خوشتان خسته نباشد. زنده باشین. در زندگی بار شکست خورده اید؟ نه شکری خداوند میکنیم که نه شکست نخوردیم. نخوریم شکست. ما نیز دعاگو هستیم که هیچگاه کمی زندگی رو نبینید. سلامت باشین. سوالی دیگر آمده است به سامانه ما. سلام، من بهرام از شهر روغون خواهشی با شما سرود خواندن رو دارم، قبول میکنید؟ بله قبول میکنیم. خیلی بار ای نزدیک بینیم با او برادر صحبت کنیم. آوازش رو فهمیدم. همش بینیم. البته. در زندگی چی رو دوست می‌دارید و چی آرزو دارید؟ در زندگی فقط من گشتن دوست می‌دارم. تمام سیاحت میخوام که تمام دولت روی دنیا را چرخ زنیم و سیر کنیم. چی آرزو دارید؟ هر یک شخص میخواد که زندگی آباد داشته باشه. بالای ما شکر میکنیم که پدر و مادرم صحت سلامت هستند. آرزوی من همین است که همیشه پدر و مادرم صحت سلامت باشند در بالای ما فرزندان. آیا با قابل سعید قول رابطه خویش تباری دارید؟ قابل هم جان مای، هم شاگرد مای، هم قدیم توی میگردم موزیکانت قدیم. جان مای جانم. یعنی رابطه خویش تباری رابطه دوستی. مخلص دیگرتان سوال داده است. فرزند دارید و چند ساله هستید؟ 31 ساله ایم. نکی فرزند دارم ولی نمیگم چند فرزند دارم که چشم میکنم. خب این اختیار شما است. سلام. مخلصان شما از مغازه پلانتا ادژده آبوف به شما سلام میرسانند و البته که خواهش دارند که شما نیز به آنها در همین برنامه سلامی خوش رسانید. همه هم سلام میرسونم به برادرای غریب. سلامت باشن. انشاءالله با نزدیکی سفر داریم میریم با برادرها با روپرو هم صحبت میشیم. بود مخلص دیگرتون میگوید اکای روزی بیگ شما رو به توی دعوت کنیم با آواز زنده میسرایید یا اینکه فنگرامه؟ بسیار سوالی نغز داده. ما یکون مثال هم توی بریم 3 ساعت توی باشه ممکن 10 منوت هم توی فنگرام نخونیم. همش زنده. همش با آواز زنده. با آواز زنده. بله. تشکر. آیا شما خود میدونید که یک سرودی مشهور دارید؟ یعنی سرودهای شما همش مشهور هستند ولی این زیادتر مشهور است. ایره تنها مخلصا میتونن گفته کدام سرودی ما. و این همان سرودی است که در لب دریای سرخاب خوابکم نمیبرد. و اینجا خواهش نمودن که همین سرود رو با پرگی بهر ما پیشنهاد نمایید اگر زحمت نشود. در لب دریای سرخاب خوابکم نمیبره، این جمالی هستی دلبر هشو جان ما میبره 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 هشو جان ما میبره 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 هشو جان ما میبره.
در لبی دریای سرخاب خوابکم نمیبره. سلامت باشین. زنده باشید. تا جای ما آگاه هستیم حبیبالله بیکوف تقویتان است. بله بله. در نقشه نیست که به خاطر ایشان یک کنسرت برپا نمایید؟ نصیب باشه با نزدیکی ما مصلحت کردیم با بچهش بحرالدین بیکوف با برادرو با نزدیکی کنسرت میمونیم به خاطر یاد بودی رحمتی. زنده باشید. سرایندگی چگونه در دل شما جا گرفت؟ هر یک شخصیت در اگر باید تماشا مکتبی میونه خوندن دا میپرسن کی چی میشه و کی در آینده کی چی میشه. ما فقط میپرسیدن ما میگفتیم که کلان شیم حافظ میشیم. خیلی شکر خدا. سال دیگر آمده است که آیا شما بار به ناحیه جلال‌الدین بلخی و ناحیه 5 سفر هنری نموده اید؟ بله بله با جلال‌الدین بلخی ها؟ بله. از نمو علیشته خانه میدونیم. چند بار رفتگی هم کنسرت خودم رو گذاشتم نه که ناحیه 5 نرفتم. نصیب مخلصان دعوت کنند؟ مخلصان دعوت کنند میریم نصیب باشه. مخلص دیگرتون فکر میکنم زیاد شوخ بوده است و میگوید که بار از یگان جنگ یک به یک گریخته اید. نه ما یگم جنگ نگریختم گریختنی هم نیستم. یک گروه مخلصانتان که در شهر غریب دانشجو هستند خواهش دارند که یک سرود برای بچه‌های دنغره میخواندید. برای بچه‌های دنغره خوندم که پیستای دنغره برای هم بچه‌های دنغره و برای مردم تاجیکستان است. خب کدام سرود شما را در بین مخلصانتان مشهور کرد؟ سرودی توبه توبه که من پیش از سرودی توبه توبه هم سرود داشتم. یک سرود کرده بودیم و مخلصا پسند ناومد نمیدانم. همین سرودی توبه توبه را با برادرها شیشتیم هم کسا مثال آهنگی یک برادر کنگرتی از سهراب سعید آهنگی همون کس است ما یک جویا تیار کردیم پیشکش مخلصا گردوندیم و نغز برآمد. یعنی شما با همین سرودی توبه توبه در بین مخلصانتان مشهور گردیدید. بله بله. می توانید که این زمانی 4 مصرعش را زمزمه کنید؟ البته. یاده است روزای جوانی بس جدایی و پشیمانی انتظارم که میایی شبی مهمانی انتظارم که میایی شبی مهمانی توبه توبه جانی شیرین مکن تو جنگم مکن تو جنگم داغ نمان در دلکم مزم بسنگم مهری تو را جانی شیرین با دل پروردم مهری تو را جانی شیرین با دل پروردم غصه و آزارم مده بیا بچنگم ای مکن تو جنگم دلی درماندم. زنده باشین. با کدام سراینده ها همکاری دارید؟ همه صنعتکارا قدی برادره. یعنی رفت و آمد دارید؟ بله. رابطه دوستی دارید؟ بله. سال دیگر اومده است به سامانه ما. سلام، از نام یک غریبی غمدار خواهش دارم یک سرود در باره فرزند پدر ایجاد میکردید زیرا من در غریبی فرزند پدر رو از دست دادم. بهترین پیشنهاد کرده است برادرمون. انشاءالله با نزدیکی یک تا تیار میکنیم پیشکشی مخلصا میگردونیم. زنده باشید. سال دیگر آمده است. بار استادتان شما رو زده است و بار اول توی رفتنتان رو در خاطر دارید؟ بله توی رفتنم در خاطرم است. سال 2004 ما وقتی
توی رفتیم توی هفته دیگه ما همون روز رفتیم توی خونه میریم توی خونه میدوریم یا اون قاب نیست هیچ که نیست توی دور میام میگیم ما حافظوی ما اومدیم میگه توی ما هفته دیگه خیلی 26 دقیقه و 26 دقیقه نه استادم یکم بار زدگی نیست هم یکم کرد در دوران مکتب خانی نیست؟ خیلی ممکن در دورای طلبگی کیا نمیام برای میزنن خلیگم دیمه زدن مونا یا لطیفه وزی همین جدشه ما را گفتن که 10 مینوت برنامه در شما هم دعوت کردیم فاروق جان هم 10 مینوت گفت اومدیم 3 ساعت حافظی کردیم دیگه خب این خودش یک حجم شوخی شد فکر میکنم. بله تشکر زیاد. اینجا یک هم خدمتتون به شما سلام میرساند. سلامت باشه نه که من خدمت کردگی نیستم. این شما خدمت نکردید خیر؟ بله بله. خب با آن همین نفر میگوید که چند سفری خارجی کرده اید؟ چند سفری خارجی دارید؟ تایو هم رو حساب کنیم وقت بسیار میره. یعنی بسیار زیادن. اوه زیاد سفر کردیم. باز 4 مصرع از سرودی تو یارم میشوی روزه خواهی شده است. تو یارم میشوی روزه که من یاری نمیتونم با من دل میدهی روزه که دل داری نمیتونم دلم رو میبری روزه که مشتی آهی افسوس است غمم رو میخوری روزه که غم خواری نمیتونم که من یاری نمیتونم. تشکر زیاد. زنده باشید. سلامت باشید. مخلص دیگرتان میگوید که اگر توانید در آینده یک سرودی مرجانه پیشنهاد نمایید. البته البته. و اگر زحمت نباشد از سرودی به احساس کمیش را میخوندید. به احساس همه دارو ندارم را به تو دادم به احساس همه خاطره هامان مانده به یادم به احساس من تنها شدم با این دلی سادم به احساس به احساس همه دارو ندارم را به تو دادم به احساس همه خاطره هامان مانده به یادم به احساس من تنها شدم با این دلی سادم به احساس. خب این سرود به قلم کی تعلق دارد؟ این آهنگی یک ایرانی است. یک آدم با من همی روان کرد که التماس بسیار خواهش کرد که همی سرودا تیار کنین شما ایهوداش میبرین همی سرودا خونین. یعنی شما متنهای سرود را دیگر کردید؟ بله بله. مهراجدین جبار شاگرد مهراجدین جبار هم صنعتکار است میشناسم بعضی مخلصاش همون کس نویسته سرودا متنهای سرود را دیگر کرده است. بله بله. سوال دیگر اومده است که در یک ماه تا چند سامانه خراجات دارد؟ التماس راستش را بگید. تا این وقت حساب نکردیم ای جایزش نصیب باشه حساب میکنید؟ حساب میکنیم کو بعداً بحری مخلصان خیش میگوید. بله بله. مخلص دیگرتان به شما سلام میرساند و میگوید که چرا در وقت سرودخوانیتان خندیده سرود میخوانید؟ این یکم بار مخلصی با من گفت که چرا خندیده میسرید. بسیار مخلصا با ما میگفتن مراجعت میکردن که شما صحنه میبرین زیغ زیغ جدی هستید؟ خیر ناز کو. خواهش شده است که در یگان کلیپتان نام دو دل داده بختیار و صبرینه را ماند. التماس. البته کوشش میکنیم که گپای مخلصا را در زمین نمونیم. تشکر. با کدام دسته فوتبال مخلصی دارید؟
من تنها با کریستیانو رونالدو بالیچ کنم کدام دسته برم هم دسته بالیچ میکنم. تنها با کریستیانو رونالدو. بله بله. مخلص دیگرتون میگوید که چرا در توی 5 سرود رو یک جایه کرده میسروید، یگان سرود رو تا آخرش نمیسروید؟ وقتی که توی رفتی صحنه را نگاه کرده میخونی، مثال تیم صحنه را نگاه میکنی تو چه خیلی در مردم میتونه که نغز رقص کرده، مثال بچه های یوش دیگه سرودو در رقص میکنن، ببینی مثال میونه سالون پیرون سالون دیگه سرود، ما کوشش میکنیم که همه امو را نگاه کرده سرود خونیم. از همین سبب؟ بله بله. تشکر. خواهش دست که از سرودی حالا تنها شدن به یاد تو بهری ما پیشنهاد نمایید. باور که سرودای دورهای پیش ما دیگه بسیارش در یادم نمونده، مثال سرودای سالهای 2007 بود 8 بود. خیلی با از نو همش تیار میکنیم نصیب باشه به نزدیکی پیشکش مخلصان میگردونیم. آیا شما به شاگردی قبول میکنید؟ میگوید یک مخلصتان من انتظار هستم جواب را. اگه اوزی ما خمون شاگردیم خیلی دستگیری میکنیم چه نمیتونیم سگیم اون اگه ما هم استاد نیستیم شاگردیم. ما استاد اولین شما کی است در جاده صنعت؟ استادی من اولین استادم شادروان حبیبالله بیکف است که بسیار ما را دستگیری کرد، مثال بسیار نصیحت میکرد که تقوم بعد با بچهش حبیبالله بیکف باردین بیکف پسری حبیبالله بیکف. تشکر. اینجا باز یک مخلصتان میگوید که از سرود تو ببرو لبی بام کمیش را زمزمه کنید. تو ببرو لبی بام ما ببینم قدتا، تو بجنبا لبی خود ما بفهمم گپتا. تو ببرو لبی بام ما ببینم قدتا، تو بجنبا لبی خود ما بفهمم گپتا. تشکر. در جاده صنعت کی شما رو دستگیری میکنه؟ هستن برادرانی که به ما کمک میرسونن، مثال صنعتکار ده یک سرود تیار کردن خیلی مبلغ در کار که برای یک سرود تیار کردن با اگر ویدیو بگوی کنم سرود کلیپ خیلی هم کوشش میکنیم با برادرها هستن یاردم میکنن با دستگیری برادرها. فرق بین صنعت و صحنه در چی است؟ صحنه جایی هست که صنعتکار در اونجا هنری خویش رو نشان میدهد و مردم نشان میدهد. باری اول در کجا برآمد کرده بودید و چند سال داشتید؟ باری اول سال 2009 بود. من کنسرت خودم رو در تالار کاخ جمعی برپا نمودم. مخلصان زیادی اومد دستگیری کردن. سال 2009 یکم کنسرتم در تالار کاخ جمعی. مخلص دیگرتان میگوید که شما همراه خود یک برنده داشتید، نامش کامران شاه بود. چرا امروز ها نیست؟ کامران شاه دانشجو بود. من معرکه می بودم توی می بودم. خیلی دانشجو را میدونی که سال دستگیری میکردم موز یعنی حال در شهر مسکو. تشکر. میتوانید که سرودی به گفتگو با کلبه من ای آشنا بیا را سرایید؟ به گفتگو بر کلبه من آشنا بیا، بیگانه نیستی که بگویم بیا بیا. در زندگی نیامدی باره بپرسشم، در زندگی نیامدی باره بپرسشم. مردم کنون بر فاتحم باری دعا بیا، مردم کنون بر فاتحم باری دعا بیا. آیا در زندگی به دوست داشته خویش رسیدید؟
не. متاسفانه. مخلص دیگرتون خواهش نموده است که 4 مصرع شعر و آهنگ مونده سرایت من روان کردم. اگر شما خواهید آهنگ مونید من به شما پیشنهاد میکنم. خیلی آینده پیشنهاد کنین میبینیم که وزن قافیه‌اش طوری باشد. بله بینندگان عزیز، امروز نیز از طرف سامانه ما بر ازبک فیضلی سپاسنامه تقدیم کرده می شود. مرحمت. سلامت باشین. رحمت کلان. بعد با مخلصان عزیز گفتنی داریم که بسیار سوالو ایجا بودن که مثال سوالای پرده‌پوش بودن ما نتونستیم با او جواب داده. بسیار سرودها هم نیز بود. ای عیبی شما است که با ما بر وقت ترک نگفتن که مثالی برنامه خیلی اسباب خطی ما را بین و همین شب مرا شما گفتین که ما تیار نشیده اومدیم. خیلی چه نمیتونست اگه ما برای مخلصا پیشکش کردیم. انشاءالله باید دفعه تیار میشیم با برنامه شما اشتراک میکنیم. سلامت و زنده باشین مخلصان عزیز. خب مخلصان شما میتوانند که سرودهای شما را از سامانهای اجتماعی دسترس نمایند، گوش نمایند. بله زنده باشید. بینندگان عزیز، اینجا میرسیم به فرجام برنامه رزنه مهر. تا برنامه‌های من بعد خدا یار مددگارتان. سلامت باشید. سامانه دوشنبه لایف هم قدم شماست. با کانال ما ابونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر شوید. دستگیری شما پیشروی ماست. پیشروی ما خورسندی شماست. پس با ما باشید.